ویدیو امروز سربازی اجباری برای خانم ها. کنسل یا عزیز، وقت سربازی رفتنه. آقا من تا الان یه سری مطالبش رو توییتر دیدم، یه سری صحبت ها رو نیچوکو دوست عزیزمون هادی جان کرده که هادی جان طبق معمول خوب شروع میکنه یهو تر میزنه. نیچوکو در و دیوار زیاد زده و یه سری فقط گفته اینا عقده گشاییه، خوب تحلیل نکرد، خوشم نیومد. واسه همین گفتم من الان ورود کنم به مسئله و تحلیل فوق تخصصی خودم رو به عنوان فردی که 3 مدرک تحصیلی داره، هوش 3 رقمی داره و نابغه قرن هست در اختیارتون بذارم. چون نیچوکو خوب میخونه و همه شما به خوندن من ایراد میگیرین، میدم که نیچوکو جان یه بار دیگه براتون بخونه که این چه کارزاریه. جناب آقای محمد باقر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ایران، با توجه به اینکه دختران نیز مانند پسران در این سرزمین زندگی میکنند و عادلانه است که همانند اکثر کشورهای جهان دختران نیز هم مانند پسران 2 سال از عمر گرانبهایشان را صرف خدمت به ایران زمین کنند، دقیقاً داره کنایه میزنه. داره میگه عمر گرانبهای پسران داره هدر میره، اینا هم باید عمر گرانبهاشون هدر بره. دقیقاً شما مطمئن باشید منظورش اینه. ما امضا کنندگان این کارزار درخواست میکنیم که قانون سربازی اجباری برای بانوان جوان کشور را تنظیم و تصویب کنید. قانونی همانند جذب سرباز به صورت امریه که طبق آن نهادهای این سرزمین مانند شرکت‌های دانش بنیان بتوانند از توانایی‌های بانوان جوان که کشور هزینه‌های بسیاری برای تحصیل و ارتقاء دانش آنها محتمل شده در جهت پیشبرد کار ایران. اینجا رو ببینید، قانونی همانند جذب سرباز به صورت امریه، یعنی کارمند مفتم میخوان. دیدن خب حالا پسرا رو که دارن مفت استفاده میکنن دیگه، یه سری دختر هم اضافه کنیم، از دخترها هم میتونیم برای عنوان در واقع شغلای دیگه به صورت مفت استفاده کنیم. لازم به ذکر است که این گونه بانوان که امکان خدمت به صورت نظامی را ندارند میتوانند همانند یک کارمند ساده فقط دانش و مهارت کسب کردهشان را به مدت 2 سال برای ارتقاء سازمان و نهایتا پیشرفت ایران عزیز صرف کنند. یعنی ایران عزیز الان برای پیشرفت، اصلا یکی دلایلی که ایران عزیز پیشرفت نکرده به خاطر اینکه دخترها سربازی نیومدن. یعنی که دخترها بیان سربازی، ایران عزیز پیشرفت میکنه. الان این درخواست دادن که اینا بیان که ایران عزیز پیشرفت کنن. سوال من اینه که اگه قرار است که دختران مانند پسران به کار گرفته نشوند، پس برای چه آنها را به دانشگاه میفرستیم؟ یعنی یارو اینی که اینو نوشته نمیدونم چه گاوی بوده، ولی حالا از شما درخواست می شود در این موضوع یاریگر باشید و در ایجاد این قانون عادلانه و میهن دوستانه همکاری فرمایید. سپاس فراوان. اینا دارن میگن یه گروه به خاطر عقده است، به درد نمیخوره، چیز نمیخوره. من اول بهتون میگم که اصلا چرا این سمتی رفت و بعد بهتون میگم که چرا اتفاقا طرح خوبی هست، ولی اینجوری که اینا میخوان اجرا کنن خوب نیست. خود طرح ولی خوبه. ببینید لغو سربازی اجرایی که اینجا بوده، کارزارش 1399 اینجا بوده. یه گروهی میگن آقا چرا پسرا به جای اینکه بیان سربازی اجباری رو لغو کنن میگن دخترم بیان؟ نه، ما داستان لغوش هم داشتیم. 257,000 تا امضا کننده داشته. این یکیه رو بعضیشون دارن میبینن این جدید است که همین الان 45,000 تا داشته. این جدیده است. ما چند جا داشتیم که به مجلس ارائه شد که اینو حذف کنیم، یعنی اصلا این به صورت قانونی پیش رفت، به صورت قانونی اعلام شد آقا حذف کنین، تو مجلس رفت رای بگید چیز بکنه، ولی هر دفعه یه جوری ریده شد توش. کمپین نه به سربازی اجباری در ایران از سال 1902 شکل گرفته. اون داستانی که اتوبوسای سربازا واژگون شدن یکی از داستانا بودش که این سریعتر کرد. بعد سربازان مرزبانی هر دفعه کشته شدن داستان رفته تو مجلس که آقا این چرا داره بچه‌ها کشته میشن، چرا اینقدر اوضاع بده، بیاین اینو درستش بکن. پس این نیستش که بگین آقا اتفاق نیفتاده. مشکل از جای دیگه میاد. یعنی آقا این 2 نفری که صحبت کردن هیچ کدوم به این اشاره نکردن که من الان با این موضوع اولین مشکلم همین بود. مشکل دوم به اینجا بود که یک سری افراد فمینیست مثل اون سارا دکمیز، فمینیست همه اینا دارن میگن چرا تا حالا برای نگیری عزیز نکردن، چرا نیومدن حقوق خودشونو بگیرن. این مزخرفاتو داره میگه. دستی بهتون گفتم آقا این چندین بار رفته به مجلس. در اردیبهشت 1388 مسئول سازمان وظیفه جمهوری اسلامی به دلیل تراکم بیش از حد مشمول خدمت سربازی قوانین جدید رو اعلام کردن. بعد اومدن گفتن نکنین، گفتن بکنین، سربازی حرفه‌ای بیاد، نیاد. نمیدونم 1392 اومدن گفتن آقا کمپین نه به سربازی نشد. 1399 که آقا کارزار گذاشتن لغو سربازی
اجباری 257,000 نفر همش شاشیده شد توش، هیچ کدوم جلو نرفت. دلیل هم داره. دلیل اینم اینه که حکومت داره نیروی مفت میگیره و نمیخواد این رو از دست بده. برای همین این سربازی اجباری حالاها خواهد بود. ما نه تنها هیچ موقع کمک نشده، تازه الان صداشون در اومده، این هم داریم که آقا نگاه کن مردان به سربازی اعتراض دارن، آن رو ناعادلانه میدارن. راهش این نیست که بگن سربازی باید بچیده شود. اگر راست میگن و دنبال تنبلی و تنپرور نیستن، عوض مزایای سربازی دست بکشن. 2 سال مفت و مجانی میخورن، میخوابن، حتی خرج لباسشان هم دولت میده، تازه حقوق هم میگیرن. مفت و مجانی آموزش نظامی بینن که آرزوی دخترهاست، با اسلحه بازی کنن، به خرج دولت و در واقع بیت المال و مالیات من و شما مهارت یاد میگیرن، میتونن بعدن راحت وارد بازار کار شون. ببینیم یه اینه. خب بابا تو هم بیا، ما هم مشکلی نداریم، یه کارزار ما شما هم بیاید. نه بدون کسی مخالفت کنه 2 سال از خانواده دور میشن و مستقل زندگی میکنن بدون خرج خانه، لوازم خانه، آب و برق و گاز، با 3 وعده غذای آماده، چیزی که همه دختران آرزویشو دارن، به خصوص دخترای روستایی. فهمیدین چی شد داستان؟ حالا ویپد که کلا اصلا تو تحقیقات ریده، یعنی یه تحلیلی کرد و قبلا وقت ویدیوش میداد خیلی بهتر بود. همینجوری با سقوط اخلاقی که داشته این سقوط عقلی هم داشته. نیچوکو باز نمیدونم یه چیزایی دید، یه چیزایی فهمید ولی کامل نفهمید. زنهایی که تو این کشور دارن پای مردا سربازی اجباری میرن، من به جای ایشون میرم سربازی. از این کارزار کلا اجباری بودن سربازی برچیده شه داره امضا میکنن دختران هم برن گوگلیای عقده‌ای. بیا کوت میکنیم بهش میریم. شما سر این کارزار ساکت بودی دیگه، یا برتون نکرد جی هنوز 24,000 نفر فکر می‌کنم میتونن توی مملکت اظهار نظر کنن، دلیل محکمی برای گرفتن پرندگی. خب اینم راست میگه، واقعا این کارزارا رو به اینجا هیچشون حساب نمی‌کنه. زنا بیرحم و حسود و خطرناک هستن. یه پسر خوش قیافه پست گذاشته که داره میره سربازی، نتیجه فقط 4 بار اسکرول کردن 7000 تا کامنت. سیگاری شدی دیگه، از سیگاری نشدی. فقط کامنت ها شاید قضاوت من میشه سرباز سیگاری نمیشی. بچه متاسفانه در این ویدیو بگم حرفایی که میزنن راسته، نمیتونم رد کنم. پشت این کارزار سربازی اجباری برای دختران قطعا حکومته که پشتوانه یه سری آدم بیعقل که استعدادشون برای حل مشکل لجبازی دارن میاد بالا. یه سری کسخل هم که میگن شما اگه زور دارید برید برای خودتون لغو کنید، با هم حمایت میکنید. اونها هم تجربه نشون داده در عمل سرباز سگ کمتره. درخواست لغو سربازی اجباری، درخواست لغو برخورد با سگ گردن استراخ. اینم حرف راست. اسکولات تو خوشو دارید کارزارا بنزی آخون رفته. مثلا این کسوشر میگه خب در اصل کارزار نزا کنی سربازی اجرایی واسه آقایون لغو بشه، هر روز دای زن انسان ستیز. نه این کار قبلا شده. پسرها که کارزار سربازی دخترها امضا میکنن، دختر که میذاره سلاح برسه دست شد همه رو تو پی ام اس میکشن. من بودم سربازی به جای 2 سال 5 سال میکردم، شاید یکم حقوق زن و مرد برابر میشد. سربازی خوبه ولی نه به سیستمی که ایران داره انجام میده. بیا این توضیح خیلی خوبیه. ارتش مثل ارتش آمریکا که همه چیز منظم و درسته، هر یک آدمی که توی خط مقدمه 4 تا ساپورت نیاز داره. خب بر اساس رول های مختلف، یعنی به صورت متوسط اینجوریه. البته نه که دقیقاً یه آدم 4 تا ساپورت داره، این که آقا تو یه گردان 10,000 نفره داری و این الان خط مقدمه، خب تو یه گروه داری که داره اطلاعاتو میگیره، تو مسئول ارتباطاته. یه گروه داری مسئول تجهیزاته، داره تجهیزاتو میبره میاره. یه گروه مسئول غذاه. خب یه گروه داره این که مهمات و اینا دست کی باشه، از کجا به کجا برسه، الان کدوم جبهه چقدر مهمات میخواد و داره تدارک میبینه. یعنی که تو این گروه ها رو بذاری کنار هم میبینی که آره واسه اون 10,000 نفری که خط مقدمه تو 4 برابر، یعنی 40,000 نفر داری که دارن تمام این تجهیزات و کارها و چیزایی که این 10,000 نفر نیاز دارن انجام میدن که اون 10,000 نفر تو خط مشکلی نداشته باشه. درسته که ما میگیم زنا توی کامبت توی خط مقدم زیاد گزینه خوبی براشون، ولی خب اینا میتونه تمام این رول های پشتیبانی رو انجام بدن. یعنی همین الان گفتش که خیلی از زنای تو ارتش آمریکا مکانیک و دکتر و چیزا برمی‌دارن، یا آره از زنا استفاده میکنن برای گروهی که قراره با مردم محلی روبرو بشه و خب احساس خطری کمتری میکنن تا اینکه یک مرد سیویل کلوف بیاد 4 تا خانم گوگلی مگولی بیاد که آره واسهتون غذا آوردیم، میخوایم شما رو ببریم تو پادگان امن، میخوایم بهتون کمک بکنیم. و یعنی گفته که نگاه کن آره زنا ما تحصیل کردن و ما افراد تحصیل کردن مثلا تو رول ساپورت خیلی نیاز داریم، یعنی به عنوان کسی که مکانیک
مهندسه، کسی که قراره رادار و هوافضا بدونه، کسی که قراره پزشکی بدونه، کسی که در واقع مهندس صنایع است که قرار کار مدیریتی بکنه. خب این تمام اینا یعنی که خب وقتی ما این همه زنان داریم که تو دانشگاه، خب پس اینا هم میتونن تو ارتش هم کار بکنن. هند خیلی بهتر این سیستم رو داره اجرا میکنه. هند چی کار میکنه؟ میگه سربازی حرفه‌ای. سوئیس هم یه سیستم دیگه رو داره، میگه که اجباری هست ولی آموزشیش، نه قسمت خدمتش. دیگه ما خدمتش رو نیاز داریم، آموزشش ولی اجباری. چه تفاوتی داره؟ هند میگه که نه، من از اول شما رو تربیت میکنم برای این رول ها در ارتش و حتی اگر در ارتش نرفتید هم به هر حال انقدر شما خوب تربیت خواهی شد که آدم گنده ای قراره بشی. مدرسه های نظامی دارن، دانشگاه های نظامی دارن. تو وقتی که داری تربیتش، مثلا برنامه نویسی هستی که تو بقیه شرکت های هند و حتی خارج هند هم کلی اعتبار داریم، چون میگه این رفته دانشگاه ارتش که بهترین دانشگاه واسه برنامه نویسی، یعنی چون میگه که این سیستم های مختلفی که ارتش داره باش کار میکنه، بعد حتی تو اون سیستم قدیمی هم بفهمی چه خبره. با همین خیلی سختگیرانه تر از یه دانشگاه معمولی داره برخورد و حتی خیلی کاربردی تر، اون جوری که دوست من تو هند. و گفتش که آره مایی که خودش مثلا تو این جزوه اینا بود، گفت منی که تو دانشگاه ارتش خوندم الان واقعا اعتبارم خیلی بیشتره و همین الانم تو میبینی من 2 ساله شدم سینیور همتون، چون من از شما بهتر حالیمه. یعنی با اینکه الان دارم بازی میسازم ولی من خیلی آدم گنده تریم. این یه چیزشه، یعنی سیستمی که هند پیاده کرد. حالا این وارد قسمتی میشه که سوئیس انجام. سوئیس چیکار کرد؟ گفتش که شماها باید تمامی تجهیزات نظامی که میخواد سوئیس نیاز داره رو، اون قسمت بیسیکش رو بلد باشی. یعنی چی؟ یعنی آقا من کسی در سوئیس نباید باشه که وقتی اسلحه کلاشینکوف میدم دستش بلد نباشه باش کار کنه. باید بدونی ماشه چیه، تو باید بدونی چه جوری تو خشابو در میاری، خشابو میذاری، تیر رو چک میکنی. باید هر فردی در سوئیس اینو بلد باشه. شما به عنوان یک سوئیسی باید در تمامی شرایط بلد باشی اگه یک فرد زخمی بود چیکار کردی، اگه زخم ساده است بعد چیکار بکنی، یعنی این ضد عفونی چیزا چیه، اگه زخم خیلی بزرگتری بعد چیکار بکنی، چه جوری جلوی خون اومدن رو بگیری، چه جوری باید مثلا یه سری آمپولایی که اون لحظه بعد بزنی اونا چی ان، تمام اینا رو بدونی. یعنی یه جورایی حالا واسه ما هلال احمره، واسه اون صلیب سرخه، عملا اون آموزش صلیب سرخ تو باید کامل کرده باشی، بدونی اینا چی. میگه خب ما حالا یه سری تجهیزاتی داریم، حالا بر اساس به تخصصتون تخصصی تر، ولی در کل باید بدونی چیه. تو آقا بفهمی این جی پی اس ارتشی چه جوری داره کار میکنه، تو مختصات تو یعنی چی داری، تو نقشه چجوری باید بخونی. تو باید از اون چاقویی که چاقو سوئیسی حالا معروفه، حالا مثلا چاقو ابزاری که ما داریم چه جوری استفاده میکنی، تو پک غذا تو باید چه جوری آماده بکنی، بعد بلد باشی. تو پک کمک اولیه تو باید چه جوری استفاده بکنی. تو آقا این با مشکل خوردی فلر چه جوری کار میکنه. نه بعد مثلا گیج بزنی آقا من هیچ کدوم از این تجهیزات بلد نیستم، نه بعد اصلا یه جوری باشه هر نفر توی سوئیس انگار جزئی از ارتش. من با این موافقم. چرا با دولتمون مخالف؟ بگم ما یه درس داشتیم مثلا پدافند غیرعامل. پدافند غیرعامل قرار بود این چیزی که من میگم باشه. پشمام زده این سکیور منو هک نکنن. آمادگی دفاعی قرار بود این کارو بکنه که خب بگه امنیت چیه، تهاجم و دفاع چیه، حالا فرهنگ دفاع اینا رو ولش کن، دفاع نظامی چیه، دفاع غیر نظامی چیه، اینو بعد بدونین واقعا نظام جمع و شوری رزم انفرادی این بعد اصلاح بشه. ولی اوکی جنگ نرم چیه؟ شور. پدافند غیرعامل من اینو یادم بود. این چیه؟ آمادگی و ایمنی در برابر زمین لرزه چیه؟ خیلی خوبه. این اومده یه چیزایی رو یاد داده. ولی گفتن این همه نیست. من گفتم آقا تو باید کار با اسلحه رو بلد باشی، کار با تجهیزات نظامی رو باید بلد باشی. من اینا رو میگم. الان این اتفاقی که افتاده، باز گفتم یک سری صحبت ها داره مطرح میشه و یه سری اینی که یک ناعدالتیه و ما یک ناعدالتی دیگر بیاریم جاش، خب کلا صحبت اشتباه. این کلا گفتم بعد یه دونه دیگه هم که میگیم که خب آقا ما تلاشمون رو کردیم که این ناعدالتی از بین بره، از بین نرفت و حالا میخوام یه جوری جلب توجه بکنیم. به نظر اتفاقا خوب بود. الان این مسئله رو باز کرد. یه اتفاقی که افتاد اگه یادتون باشه، یه کلیپی بود که زنا میگفتن آره مردا برن سربازی، مرد میشن، خیلی خوبه. سربازی پسرا رو مرد ظاهرا میکنه، مرد میشن از بچگی در و الان این حرکت باعث میشه که همه اون رو کاملا مخالف این بشن و ما باعث بشیم که این صحبت سربازی اجباری در کل جامعه به سمت مخالفت بره و این خیلی خوبه. من این رو کاملا راضیم. یه اتفاق دیگه ای که میفته و من به اون تا حد زیادی مشکل دارم اینه که این وارد جو کلی جنگ جنسیتی داره میشه. این من مهریه دارم، من پریود میشم، من فلان دارم، بهمان دارم. این نتیجه خوبی نداره. خلاصه که امیدوارم باز به نتیجه مثبت برسیم. گفتم بهترین حالت سربازی
سربازی کوتاه مدت، یعنی در حد 3 ماه تو همون دبیرستان یا چیز آموزش بدن، مردم با چیزی که نیازه آشنا بشن. اگرم نمیشه ما باید به سمتی بریم که این سربازی اجباری که الان هست به سمت یک سربازی آموزشی کوتاه مدت تبدیل بشه و قسمت بلند مدتش به سمت سربازی اختیاری حرفه‌ای تبدیل بشه که حتی دانشگاه و مدرسه مخصوصش رو داریم و با اون جلو بریم. اب نداره به من توهین کنین، من مهم نیستم. مهم اون سربازایین که همین الان لب مرز دارن با جونشون بازی میکنن. به من میگین چرا به جای این کارزار لغو سربازی درست نکردی؟ درست کردیم، 1 ساله، ولی 1000 اینم امضا جمع نکرد. اما به محض باز شدن پای خانوما به این قضیه توجه به این موضوع جلب شد. چه از طرف اکثر خانوما که میگفتن این مشکل خود پسراست خودشون حل کنن، چه از طرف اکثر پسرا که صاحب تریبون بودن تا حالا این موضوع حرف نزدن، اما الان به خاطر دخترها زبون باز کردن. هدف من از این کارزار جلب توجه به این ظلم در حق پسرا بود. بعد یا خوبم موفق شد، وگرنه هر عقل سلیمی میدونه که دخترها تو این کشور هیچ وقت خدمت نظامی نمیکنن. کما اینکه تو اون کارزار نوشتم که خانوما خدمت نظامی نکنن، فقط 1 سال با حقوق سربازی کارمندی کنن. این بی‌غیرتیه. پسرای بلاگری که دنبال ویوین، چند وقت دیگه یه پسر سربازی دیگه جونشو از دست میده به جرم پسر بودن و تو سکوت خبری دفنش میکنن. بی شرفی نگه صداتون در نیاد.